سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. امیدوارم هر جا که هستید شاد و پیروز و تندرست باشید. موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم بالونتراپی یا همون سینوپلاسی هستش که قبل از اینکه بخوام توضیحات کلی رو در موردش بگم یک ویدیو ببینید. خب دوستان ویدیو رو دیدیم. این تکنیک جدید سینوپلاسی با بالون نام روش بسیار موثری هستش که برای بهبود مشکلات تنفسی از جمله سینوزیت، پولیپ بینی بسیار اثر بخشه و امروزه مورد استفاده قرار میگیره. در این روش در بینی بیمار بادکنک باد میشه و در نتیجه مسیرهای بسته پاکسازی و باز میشه. امیدوارم اطلاعاتی که دادم مفید بوده باشه. هر جا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.